ابرها هرگز حریف آفتاب نشدن تا به حال. نه شادی ها و نه دردها مطلق همیشگی نیستن. این روزها خوب یا بد، سیاه یا سفید تمام میشن و دوباره آفتاب استقلال سر میزنه در فوتبال ایران و آسیا. از من به شما نصیحت، استقلال دو ستاره دوباره بزرگی خواهد کرد. این ضعیف‌ترین ورژن استقلال تازه. وای به روزی که زخم‌ها خوب بشن، وای به روزی که التیام پیدا کنه دردها. بازگشت رویای استقلال دور نیست. برای استقلال یکی همیشه جنگید، حتی وقتی دنیا علیهش بود. دوم رو با حملات خودش داره آغاز میکنه. یوتیوب کسی از سر گذاشت، ضربه توی دروازه باور کردنی نیست. محمد حسین اسلامی چه کسی هم گل زد، یه گل بالاتر از کلاس آسیا. خدایی همچین نشست رو باش.